سلام بچه به یه ویدیو از علی اس ای خوش اومدی بچه. من امروز منم تست و بررسی پیکان مدل 1382 رو بهتون بگم. ماشینی که ماشین مال خودمه و الان میخوایم بریم ظاهر ماشین رو ببینیم. پس همراه من باشید، لایک و ساب فراموش نشه، زنگوله چند که هر وقت ویدیو واسه گذاشتم ویدیو ظاهر این ماشین رو ببینیم. پس بچه ادامه ویدیو رو ببینیم. بچه همونجوری که گفتم این پیکان مدل 1382 هستش. اصلا به هیچ عنوان. جدی میفرمایید؟ بله. اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ حاجات کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ این ماشین تک‌برق سند بوده و پدرم واسم خریده، بیرنگ سالم بدون خط. این ماشین 60 تا کار بوده، این داره شده ولی خب باش بسیار شمال زیاد رفتیم. بالپاقاشو عوض کردم با لاستیک. اون موقع ماشین لاستیکاش عوض نشده بود و خیلی بد شد. چون این از ظاهر ماشین بود. حالا بریم بچه داخل ماشینم بهتون نشون بدم صفا کنم. چون همونجوری که گفتم ماشین سال 1382، آینه‌اش باردوه. اصلا به هیچ عنوان. جدی میفرمایید؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ حاجات کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ و خب همچنان میبینید که این لنگ فابریکی ایران خودروی ضبط هم که ضبط پایونیره. همچنان میبینید دو بچه شما خیال بانداش کجاست؟ باندای سونی اصل. دو بار که در رو زدیم بر هم شیشش لاین جابجا شد. یه میله مشکی هست که شیشه تون جابجا شد. باند باز کردیم و اینا بر کنار، ولی خب بانداشو میبندیم. این داخل ماشین بسیار تمیز. این قفل فرمونش درسته. اینجا هم که توی سینجی و پایین هم که پدال گازه و بچه کفباییاش هم میام. کفبایی خودش خراب بود. یه دونه از 206 ما داشتیم، 206 کردم کامل. فقط امیدوارم که یه کپی رای نخوریم، پس سری قطعش میکنم ضبط و خب اینم از عقب ماشین. چون این از عقب ماشینه که میبینید و ملاحظه میکنید. ماشین بسیار ساله. این از لامپ سقفشه و این از آینه وسطش که حالت پیژو داره. مثلا فرمونش الان پیژوییه، کیلومترش حالت پیژو رو داره و این آینه وسط. و الان هم بچه ها ببینین این میزون بنزینش هم که همیشه پره و میام آمپرش کوچولو سنگینه، دیر میاد بالا. این بچه ها من صندوق هم بهتون نشون بدم. بچه ها همونجوری که دیدید این هم از صندوق ماشین لاستیک فابریک ایران خودرو و این پشتم که بطری و دماد تشکیلات و آچار. این هم که آچار چرخ و اینجا هم که میره ایدیه داره که این پشتم باندای جیبیل و ماشین دارم میام سینجیه و باندای جیبیل اصل امریکاست. ماشین همچنان چه بریم کاپوت هم من بهتون نشون. من ببینید چه موتور تمیزی داره. حال کرد یخچالی بسته شد. 2 hours later. چه همونجوری که گفتم این ماشین 82 انجکتوره و اینم که ایسیو ظرفاب شیشه شور و رادیاتور انجکتور و هوا و اینم که مال روغنه و اینم که سوپ. تموم شد. خیلی تاثیر بود. پاپو اینم که واسه شم و وایرشه. چه همونجوری که گفتم کلید رفت زیر صندلی سری داره شد. یعنی صداشو ببینیم چجوریه. این ماشین روشن میشه. چه میبینید
صدا رو آن میکنیم. چه صدا رو آن میکنیم. منتها این رو بنزینشه، گازش بچه ها باید بره تنظیم. این ماشین میرم اول مال پدر بوده، پدرم رفته بود یه دونه پارس پیدا کرده، اونم سال 1392 پارسایی که داشت بود یه لیتریه بگم. چرا اینا از داخل موتور میزون کار میکنه. باتریش هم بچه 74 آمپره، باتری پژوره و الان هم بریم از منبع اگزوست من براتون بگیرم. بسیار سالمه. فقط بچه امروز گفتم که یه تست بررسی باش داشته باشیم و الان بریم کاپوتشو ببینیم پایین و ببینیم چه ماشین جذابی. بچه همونجوری که گفتم ماشین 82 یعنی ما از سال 95 تا حالا این ماشین رو داریم و میبینید چقدر کار کرد داره. 200 کار ماشین بسیار سالم و بیرنگ و یه تسترایی بشم با ببینیم تسترایی به از حالا فقط میخوایم بچه ها بریم یه دور باش بزنیم، یعنی تا تهمون چی بریم با هم تا ته پیاده رو بریم چیه اصلی تسترایی به اصلی شد. تو قسمت بعدی میذارم حتما بچه ها پلیلیست این ماشین رو دنبال کنید و خیلی نرم چرا خیلی خدایش میزون، یعنی شما پاره بکنید تو باز ماشین میره. این ها میگو میزون دندقه بشم. بچه ببینی بدون گاز، یعنی من دارم بدون گاز، یعنی اصلا ما پدالم رو جمع کرد، یعنی پام اصلا کامل رو گاز برداشتم. بچه فقط این ماشین دارم میام همونجوری که گفتم یه بدی که ترمزو آب کردی. ترمز دوسیه. فقط همونجوری که گفتم بچه ها ماشین بنزینش اوکیه. خب فقط رو گاز بریم بچه ها یه تست گاز هم ازش بگیریم. گازش من خودم خیلی خوشم نمیاد ازش. چرا گازش میزون نیست. لرزش دنده رو ببین. خاموش میکنه. حالا بنزین شو اینه حال کنی ایش. خب اشمام شلا پیکان چا منو ویدیوی پیکان حتما هست. پلیلیست جدیدش هم باز شده و بعدش بچه میخوایم بریم تسترهای، بعدش هم میخوایم بریم اسپورت پیکان کامل ماشین رو میخوام بکنم این پیکان بازای حرفه‌ای. بوقش هم بچه ها بوقای 10-11 سوینی
بوق فابریکیش همینه. این هم از بوق فابریکیش. ولی خب هیچی 10-11 نمیشه. پس بچه‌ها حتما ویدیو این پیکان رو ببینید چون خیلی کار خاصی میخوام روش انجام بدم، مخصوصا از لحاظ ظاهری. یه جا هم بچه‌ها میخوام برم تسترهای ماشین گنگی میخوام ازش بسازم. حتما ویدیو این پیکان رو ببینید. خداحافظ.